مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر. جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر. السلام علیکم بیننده ها، تماشابینان و مخلصان عزیزی ما. امروز جمعه تبریکاتی شهنان خرسند هستیم که همراهی آینه نیروگین همراهی شمایان واخورده ایستاده‌ایم. سلام میرسانیم به تمام مسافران و تمام بیننده ها که از تمام روی دنیا ما را میبینند. امروز جمعه ما در دهه آهلیک در خانواده رحیمه خاله برای جشن زادروزی نصیبایتی و امروز امیر بانو نیز زادروز دارند. از نام فرزند عزیزشان از نام انصار جان تبریک کرده امروز این لحظه های زیبا خرسندی را همراه شمایان به هم میبینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان ما سر میکنیم رفتیم. السلام علیکم. رحیمه خاله، امروز باز آمدیم خاندان زیبایتان برای تبریک کردن ایمان بانو، امیر بانو نصیبایتی و البته کلین خاندان بنفشه بانو و همیشگی آنجان دعاگوی خاندان رحیمه خاله تبریک کنی آمدیم. البته همه آنها را به نزد ما تکلیف میکنیم. مرحبا. السلام علیکم مادران عزیز، زنبانوان دهه آهلیک عزیز زیبا. همه شمایان رو به خانواده نصیبایتی، به خانواده انصار جان، به خانواده رحیمانه خوش آمدیتان میگویم. کلین خاندان بنفشه خانم هم امروز زادروز دارن، یا نشون به میستادن باز زیباتر میشد. مرحمت بنفشه بانو شمایان به نزد مادران تکلیف میکنیم. مرحبا. نصیبایتی زادروز مبارک. روز تولد را، میلاد عمر را مبارک باد میگوییم. امروز چند ساله شدیم؟ 10 ساله. الان تا خرچنگ زدیم. همیشه حاضر جواب هستن. از خاطرشان برآمده است. نام 17 هستن. میگویند که چرا نمیگویی؟ من زیبا میشم. گفتم که شما همیشه زیبا هستید. در حقیقت همیشه زیبایی شما ترک نسازد. امروز از نامی که آمدگی ما میدانیم. فرزندان. البته از نام یگانه شاهزاده خاندانتان، از نام آن نفری که تمام هستی خود را برایش فدا کردیم، از نام انصار جان آمدیم. برای من مختصر کوتاه کرده فهمانده، البته از گفتنی هایش خواستم برایتان رسانم. بیجانی من، مهربانی من، چندین سالها در مسافرت مهنت کردم. هستیشانه، جوانیشانه، صحت سلامتیشانه تنها برای من فدا کردند. من را از هیچ کس کم نکرده، از همه بالا همچون شاهزاده ها به وای رساندند. هزار رحمت. برای من بعد از خداوند آفریدگاری من مادر است. برای من بعد از خداوند یگانه باوری میکردگی شخصیتم ویژانی عزیزم هستند. بود و نبود تمام بایگری هستی در این دنیا مادر عزیزی من هستند. تا دنیا باشد. هر بار که مسافری و میگشتم معلوم نمیکردم و یاد میکردم ویژانی عزیزم من. میخواستم
دوره‌های کودکی ما در بغلشان شینم و از بوی بهشتیشان نفس کشم، لیکن شرم دارم و میخواستم از دستان نازنینشان بوسه زنم، چشمانشان را نگاه کنم و از تمام درد و غم زندگی، از تشویش‌های زندگی دور شوم و سفر کنم و کودکی ها و دور و بی‌غمی زندگی حیا کنم. هزار رحمت میگویم برای بیجانی عزیزم. من به هم مهری پدری دادن، هم مهری مادری دادن، از همه زیاد کرده با وی رساندن. تا دنیا باشد خداوند کریم همیشه صحت سلامت در سر ما نگه دارد. برای مادر عزیزم رساند که تو هستی در شب تاری دلم مهتاب مادر جان، نباشی دل شود یک خلطه زرداب مادر جان. اگرچه زندگی کرده است دل سنگم، ولی به تو دل سنگم شود از دوری هایت آب مادر جان. سرفرازت کنم در چشم خلقی روی دنیا من، زی تو آموخته فرهنگ و هم آداب مادر جان. دعا کردی سخنور باشم و شعر و غزل گویم، شود با هر دعایت شعری من جذاب مادر جان. امروز از روزتان مبارک نسبایتی، همیشه صحت سلامت باشید. در سر فرزندها، در سر انصار جان و نفشه بانو، دو نبیره شیرین که از دامنکش هم مغز شیرین میگویند، همیشه صحت سلامت باشید. امروز برای شما در این دنیا البته چقدر تحفه ها بیاریم از نام انصار جان کم است. یک گلدسته زیبا را تقدیم کردیم، مانند خودتان زیبا و همیشه سرسبز است. برحمت گلدسته زیبا را پیشکش میکنیم، مهمانان خرسک میزنیم. مبارک باشد. مبارک باشد. اشک شادی همیشه باشد، همیشه مانند امروز دسترخوانتان پر از انسان‌های نزدیک باشد. رحیمانه نوبت شما آمد. رمز تشکر نهان نبیره شیخ را برای شما میرسانیم. البته آنا جانم من بسیار ذکر کردگی که دوست می‌دارم. من هم برای آنا جانم در دوران نبیره ها البته ارزنده و زیبنده هستم. آنا جانم همیشه صحت سلامت باشند، مهر دادن. مادرم در مسافرت باشند هم برای من مهر و محبتی به همتای خود را برای من رساندند تا دنیا باشند. زی تو دارم، برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده بینم شود صد درد تسکینم، برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. خدا کند هر دوی امروزه مادران عزیزمان را نصیب کند اگر به زیارت کعبه الله فرستانیم. همه خاندانم سال آینده حج حاجی شود و امروز حاجیانم و حاجی مادر شده از مسافرت برگردن و ما حج حاجی کرده برای خلق توی دهیم. آرزوهایم کلان است، در سر من فقط دعاگوی شده فرشته شده گردن بس است. رحیمانه انصار میگویند در زندگی بسیار پیش پای پا خوردیم، بسیار غلطیدیم. دعای نیکی مادران بسیار زیبا بوده است که مستجاب میشده است در درگاه یزدان پاک. از آن جایی که غلطیدیم با قدی بلند، با قدی راست خستیم و باز از پس کار شدیم. این همش دعای آنا جانم مادر عزیزم است. مبارک باشد. هزار رحمت، رمز تشکر. زادروز گذاشته باشد، شما هم دوست می‌دارن. مبارک باشد. گلدسته زیبا را تقدیم میکنیم. مرحبا.
باشم بی‌تاب. خودم شبان و زادروز مبارک. در این ماه در خاندان روز خورسندی است و پنجار در خاندان ما بزم بالای بزم است. البته همسری ما رو رحمت گویم فقط برای همین فرزندان عزیزم، برای دو تا کلیت دری جنتم و همیشه در خدمت مادری من هست، در خدمت آن جانی من است. رحمت من را رسان گفتند بخواهم آسمان ماند برآید، زمان گلفشان ماند برآید، بخواهم از همه پیر و جوانها فقط تنها رنگین کمان ماند برآید. همراهی انصار کویشه پیر شده امروز مادران را دعایشان را گرفته تاج سر کرده گردد. بدون برای شما بخت و تخت و دولت است. البته گلدسته زیبا نیز برای شما داریم، تقدیم میکنیم. مبارک باشد. کسیبایی امروز در روز زادروز شما از طرف خداوند کریم از همه تحفه بی‌بهاترین را برای شما تحفه ساختند، برای آن که شما چندین ساله میگویند ثنا بادا به زنهایی که مردند، عهده مردی را گرفته در مسافرت مهنت کردید. خداوند کریم برای شما کلیت در جنت را امیربان را تحفه ساختند. زادروزشان مبارک. امروز چند ساله شدن این کس کلیت کنید دستتان با امیربانه زادروزش مبارک. میشکچشون را تید دستشان با این کس از آمدن فهمیدن که میشکچو برای اصلا برای ایمانوانی هم هست و همه ایمانوانی و ایمانوانو کلام شود و در توی نکاهی هشان تگی چی میدید به رحیمانه باشند. شما باشید. البته رحیمانه هزاران کار خوانده بعد از ختم اونیورسیتت ها معلمه شوند و رد شوند انسان های بسیار همه آرزوهای آنجان به بایه میرساندگی به عمل میرساندگی انسان ها شوند. زادروزشان مبارک. همیشه صحت سلامت باشند. میگویند بقای عمر انسان است فرزند و جسم آدمی جان است فرزند، نبینی نعمت ناگاه از او مکافات زیزدان است فرزند. امروز زادروزی نبیره مبارک. همیشه خاندانتان پر از آواز خنده های نبیره هایتان باشد. رحیمانه تا تیار کردن تاخت تشریک را تبریک کنیم. امروز صاحب جشن ها را مرحبا. اولا السلام علیکم. یار دوباره و یار خیش توارا خوارا کلونکو خدای عزیز کلونکوی ناو اویلا و قدم سکجو خوش آمده هم یا خودم دوری دیده توجی سر برای نصیبه حرمت کدام دوستان بسیار خوش سر و مسکون برسید هم یا خودم خوش آمده دوری دیده من همین نصیبه من چندین سال همجا بودم مادر رفته برای یک تا فرزندش من همین قدر از اوه کشیده من خودش باید با خونه ها ساخته خودش باید تیج شده من اکو تیج باید چی گفتن است من تیج این اکو میخوام که من همین انصار تو آخیده مادرش عزت کنه حرمت کنه میمونه که در همیجا میبیا همه وقت پیشواز گرفته گیره میمونه کنیشه من هم یکوشونه میخوام که همه وقت حرمتش جاش بیاره برای مادرش برای من همی زنش کتی خوشپیر شده این دو تا تفلکانی باید بینه اینکه اینا خدا داده اینکه هر چیزی انسان اینا روانه میکنن حلوه شوند پدر و مادر خوشونه عزت و حرمت کنن که حسین جا که مکتبای کلام بخونن برج فرزندی نیورگیش اجرا کنه این نصیبه چی دلش بود همین اکو اجرا کنه حسین جو تیم رحمتی کلام بچه من تیا همین مایدیتی کار میکنم حرمان میکنم تیا کرد انصار میدونم شما نکنم شما ده نوری دیده تو جیسا خوراکتون با همه وقت اومد من همین خیلی کمپیرکویا همین بابایکوی همین کلینچکوی همش من همین خیلی حرمت کردم میبیه که خدماتون رنجیده میبیه همینجا با رحمتی کلام بچه کو شما هم زندار شوه خوندار شوه خوندار باشه بچه دار شوه پدر مادراتون عزت حرمت کنه این نغزش همین سلامتی ته فقط حرمت عزت باشه انسان با دیگر همش بکاره اینا رحمتی کلام هم یکاتون با الهی مکتب این سال
ما همه خود دمیره بچه قشقتی یا یک سال دوشو بیزاره دعای خوب اجابت شود رحمت کلون هم بیاکتون با شامده نوری دیده تو جسد رحمت سلامت باشند. اکنون شیرینی را یک تا میگذاریم. یک جای میبریم از آن نور میکنیم. مرحبا. اولین شیرینی را میگذاریم. مرحبا. Просто быть возле тебя, ничего не надо больше. Просто быть возле тебя. С днем рождения, مبارک باشه. поздравления. Здесь сегодня مرحبا. یک جای شیرینی را میبریم. تماما. امیر ربانی هم از این طرف گذرن کنیم. я не Пушкин, не Есенин. Я стихами, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать. Чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Настроение, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в подушке. На табло календаря, хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши. مبارک باشه. Надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. دکتر میگیریم. رحمانه. مرحبا. امروز در اردنت بوده این نورد این بیید این خدود مبارک شوه هم یکاتون بر 120 بدره هم یکاتون این روزک های نغزد گندد انمی خیل گذاره از آوای کشته آمدگید راحت شوه طول راحت شوه یک تا بچه کن من 4 تا با حالت پسر میشه دختر میشه پشت پشت پر نوره ایوره چوره کبیردار میشی حضور حلاوت دنیای بین از آقای کشتگی طوله راحت شو بچه چه مرادی داره مرادی دلت برست بیت هم رسه انصار جان هم رسه هم یکاتون 120 بدرویه همه خیر روزای گندد من همه خیر شده من هم تو بگو هم یکاتون خوش آمده نور دیده تاجکی سر هم یکاتون روزکای نقد بینه یا شکا خوش پیر شود پیرکا و ایمون پروردگار همراه کنه حسین جانم خوش پیر شود الهی بچه اکات کلون شود الهیم صد بدرویه روزکای نغز بینه عمرک دراز شود این نوریکات فرزند اصیل شود و انصار جان پسر و دختر و همه شود الهیم خوش پیر شوند کلون نوریکا هم موشون خوش پیر شوند رای مکلون سال باشه سلامت باشه عمر دراز بینه رزق فراز بینه عمره که دیدگیتون اینم زیاد شوه و سال باشه خوش آمده همه مهمونکا خوش آمده نوری دیده تاج سر رحمت سلامت باشند. رحیمانه رقص کردن دوست می‌دارن مهماناشون هم با فکرم بلندی رحیمانه حتی صورتای شیخ مانیما یک جای رقصیم خورسندی کنیم امروز بزم زیبا رو باید درجه اعلی بذارونیم رقص بازی اینجا با حولیما بیا همینجا میه حولیما رفتیم مادران
اینک بیننده های عزیز، امروز ما در دهه آهلیک در خانواده انصار در خانواده نصیبایتی مهمان شده مادران عزیز را و دخترک عزیزشان را در جشن زادروز در روز مولود خجستشان تبریک کردیم، همراه شمایان به هم دیدیم. امروز بسیار انسان های به دل نزدیک از دور و نزدیک انسان ها حاضر هستند. بugünkü bazmamızga bugünkü shukrona kunimizda albatta uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlarimiz bor. Hozir esa aziz mehmonimizdan albatta yaxshi niyatlarni eshitamiz. Marhamat. Tavallud ayyom bilan hozir arz etdi. Qizlaringniki ekan, ayangniki, o'zingniki, buvijongniki ekan. Tabriklaymiz. Hammasining umri
uzoq bo'lsin. Qizlaringni, bolalaringni baxtiga sog' salomat bo'lsin. Onang, buving, hammasi, tog'alaring. Avvalambor mana shu bugungi kutib olgan mehmonlar kutib olding, yaxshi kutib olding. Xursandmiz. Ansorim bizni o'zimizni shogirdimiz, trenerimiz futboldan. Nasib bu yil ish boshladi. Xudo xolasa nasib bu yillarga chempionlar chiqarsin. Nasib o'sha qizlarni katta to'ylarda o'tish nasib qilsin. Aytganimizdek shu boshlig'imiz, bizning rahbarimiz aytgan tilaklari iloyim abadiy bo'lsin. Rahmat sizga, hurmat qilib kelganingiz uchun. Mana Ansor shogirdimiz, ukamiz Husayn Samarqandni oliy nimalardan, diktorlardan ukamiz. Shu tilaklarga qo'shilaman. Iloyim shu farzandlarni umri bilan bergan bo'lsin. Katta bo'lib shu onalariga, buvilariga, dadasiga xizmat qiladigan yaxshi qizlar bo'lsin. Iloyim shu yurtimiz tinch bo'lsin. Hamma vaqt shu tinchlik bo'lsin. Hammalaringizga rahmat.